به نظرت نوت‌های کالیمبا رو حفظ کنیم یا نکنیم؟ سلام رفقا. یکی از دغدغه‌های کالیمبا نوازها اینه که نمیدونن نوت رو حفظ کنن یا نه. بعضی نوت‌ها خیلی طولانیه، واقعا نمیشه حفظ کرد. پس چیکار کنیم؟ نوت یه آهنگی که کوتاه باشه و ریتمش هم آسون باشه با تمرین و تکرار کامل توی ذهن میمونه و حفظ میشیم. ولی من یه راه بهتر دارم، اونم این که جای نوت ها روی تیغه رو حفظ کنی. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا نوت بی یا عدد 7 رو توی نوت قطعه دیدی بدونی کجاست، سمت چپه، سمت راسته. پس وقتی که من جای نوت رو بدونم کجاست و اونو توی قطعه دیدم، ناخودآگاه دستم میره سمت همون نوت و همون تیغه رو میزنی و به همین ترتیب میری سراغ نوت بعدی. اینجوری خیلی راحته، یعنی تو فقط به نوت آهنگ نگاه میکنی، همین. و اینکه میدونی اون نوت مورد نظره سمت راست، سمت چپ، کجا قرار گرفته، تو دسته‌بندی بدون نقطه هاست، یه نقطه ها یا 2 نقطه ها. بریم یه تمرین انجام بدیم که کامل متوجه منظورم بشی. همین الان کالیمباتو بردار. یه چیز دیگه هم بگم، سعی کن هر روز این تمرین رو انجام بدی، هر روز، و هی با خودت تکرارش کن. با این تمرین و تکرار جای نوت ها کاملا توی ذهنت میمونه. از تیغه بلندتر شروع میکنیم، اسم نوت ها رو میگیم و روی تیغمون میزنیم اینجوری: 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا قسمت بعد: 1 نقطه دار، 2 نقطه دار، میشه این سمت، یکیش این سمت، یکیش این سمت. 3 نقطه دار، 4 نقطه دار، 5 نقطه دار، 6 نقطه دار، 7 نقطه دار. و قسمت سوم نوت ها: 1 با 2 تا نقطه، 2 2 نقطه، 3 2 نقطه. خب حالا همین تمرین رو با نوت های حروفی انجام میدیم: C D E F G A B. C نقطه دار، D نقطه دار، E نقطه دار، F نقطه دار، G نقطه دار، A نقطه دار و B نقطه دار. C 2 نقطه، D 2 نقطه، E 2 نقطه. این تمرین رو سعی کن که هر روز انجام بدی، با خودت هی تکرار کنی. نوازندگی خیلی راحت تر میشه، سرعت نوازندگی خیلی بالاتر میره، کلا برات آسون تر میشه. حالا خودت متوجه نتیجهش میشی. تمرین تکرار، تمرین تکرار. تمرین یادت نره. همین تمرین رو که هر روز انجام بدی و با خودت تکرار کنی، متوجه میشی که چقدر راحت نوت ها کامل توی ذهنت میمونه و سریعتر جاشون رو پیدا میکنی. همین الان تمرین کن. اینم بگم که فرق نمیکنه با نوت های عددی مینوازی یا نوت های حروفی. هر کدومون که خودت راحت تری و به اصطلاح خودمون چشمت زودتر اونا رو پیدا میکنه، با همون تمرین کن که کامل توی ذهنت بمونه. من خودم مثلا با نوت‌های عددی راحتم. درباره گام ساز هم قبلا توضیح داده بودم. اگر کالیمبات تیغه بلندترش حرف سی باشه، یعنی ساز تو دو ماژوره.
هم نوت‌های عددی هم نوت‌های حروفی با تمام قطعاتی که هست یکسانه، با هر کدومش که راحتی میتونی بنوازی. و کسایی هم که گام سازشون سی ماژوره، یعنی تیغه بلندترشون با حرف بی شروع میشه، میتونن با نوت‌های عددی بنوازن. نوت‌های عددی با نوت قطعات یکسانه. کلی ازت ممنونم که همراه هم بودی دوست عزیزم. نظرتو حتما با هم در میون بذار و اینکه امیدوارم برات مفید باشه. تمرین یادت نره. کلی هم دوستتون دارم.